نمیفهمی چی رقم متعاد میشه بعضیا بگی نه والا ما را مادرم گفته شیرتن بگی باشه مادر کجا دی خیر گناهی سر من نه والا دکتر صاحب جمشیدم دست اینا رو بعد کرد تو میگی نه خیره نه الا خیره بعد میگی خب برو سایس قشلک میشی نه کمی گفت بگی مواد بخاطر این یک بکس پس دان هیچ که گفتم که دیگه کسام سلوا نکن و متاسفانه یک چیزی را ما کشف کردیم خب همین رواداری که آدمای معتاد داره هیچ کس نداره این قشله میشن یک شریک میسازه مثلا که میگه 2 قرص نان بیار کس نمیره که میگه میرم نه معتادین در یک چی دارن یک این تنها یک چیز در معتادین خوش میاد همین سر رواداریش خیر لالا جان میگه یک دیگه میگه یعنی از حق خود که تو تقسیمی یک دو دیگه یک برکت کشف کنی رواداریشان در هیچ انسان دیگه نیست ولی خدا می رواداری از اینا را دعوجی ها بندازه پول خدمات یک کمک کنه